کاملا مشخصه که با چند همسری کارا سریعتر پیش میره. از نظر علمی هم کاملا ثابت شده این موضوع. از مزیت‌های دیگه چند همسری اینه که هر مشکلی جلو راهتون باشه به راحتی حل میشه. چند همسری واقعا سرگرم کننده است. خب شب میشه همه بخوابن، دکتر طب سنتی بیدار شه به یه نفر روغن بنفشه بزنه. خب خوبه سرکوبگر بلند شه هم به سر و هم به پای یه نفر شلیک کنه. تازه تنوع همسری شما رو شیکتر و با پرستیژتر نشون میده.